یک، باید بخور باشید. دو، باید بکن باشید. غیر از این باشه انسانیت ور میفته. نظرتون راجع به رئیس جمهور جدید ایران؟ همه شایع است. بعضی نظر رو باید رید روش. کدوم نظر محترمه؟ نظر من اصلا محترم تره. سلام به برابکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم و بعد از واقعا بیشترین کسی که از من خواسته شده بود مهمون رو برگردونم دعوت کنم دوباره جناب اسکپتیک بود. سلام جناب اسکپتیک، خوب هستی؟ ممنونم عزیزم. جدا درخواستی داشتم. همه بیشتر، یعنی تقریبا میتونم بگم تو هر ویدیویی که میذارم یک یا دو تا کامنت هست میشه لطفا اسکپتیک رو دعوت کنی، میشه لطفا اسکپتیک رو دعوت کنی. اسکپتیک اصلا بالاتر بود. یا مثلا اگه یه موضوع خاصی باشه بعد دوست داشتم میگن این موضوع خیلی باحال میشد اگر اینو با اسکپتیک برای بیان کنی، حالا مثلا دختربازی باشه، خدا باشه، محبت داری این خودتی دیگه، این حقیقتته. بعد بچه‌ام دروغ نمیگن، اگه انقدر بی تربیت و راستگوان مثل خودمن، یعنی اگه بد بودی میگفتن فلان تو اسکپتیک اصلا نیارین آشغاله، ولی اصلا همه دوستت دارن. خواستم اینو بدونی چون تو بالاخره کامنت من که نمیخونی. لطف داری عزیزم. خب حالا امروز من قبل از اینکه بیام توی چیز بچه‌ها سوال گذاشتم تو اینستاگرام که من میخوام با شما ویدیو بگیرم و چی بپرسم. حالا من سوالا رو پیش خودتون میخونم بعد با هم جواب میدیم. هر کدومش که باحال بود میره تو ویدیو، هر کدومش که مثلا باحال نبود دیگه بچهای ادیت حذف میکنن. بپرس ماجرای دعواش با تتلو چی بود و تهش چی شد؟ دعوایی ندارم، نه. من خیلی خوشم میاد از آقای تتلو. بسیار پسر خوبیه، هرچند خب توان ذهنی زیادی ندارن ایشون و به هر حال خیلی اینتלקچوال نیستن که، ولی به هر حال بورد داره دیگه، اینفلوئنسره ایشون، خیلی بورد داره و بسر باحالیه، بسر با معرفتیه، فوق است. نه من از به هیچ وجه من مشکلی با ایشون ندارم، نه. فقط اون گفتگویی که میکردیم احساس کردم که مثلا خود پرت و پلا داشت میزد، بهش گفت درست صحبت کنی، شما در این حدی نیست که این چیزا رو بخوای بگی. بعد قاطی البته ایشون شروع کردن، بنده هیچ وقت بیادبی به ایشون نکردم، ولی ایشون پورن چرا جذابه و شما چه کتاب‌هایی میخونی؟ چجوری این دو تا با هم ربط دارن من نمیفهمم، ولی خب جدیام کتاب چگونه فاحشه شدم. آخه چه سوالی بود جدی؟ بذار هم اولیش جواب بدی، اون دومی رو از اینقدر بی ربط جواب نمیدی. اولی پورن چقدر چی بگو؟ پورن چرا جذابه؟ اگه جذاب نبود نسل بشر بر می افتاد. اساساً دو چیزه که باید جزو سیستم شما باشه. اگر این دوتا شما نداشته باشید آدم نیستید. یک، باید بخور باشید. دو، باید بکن باشید. غیر از این باشه انسانیت ور می افته. دو تا درایو سنگین، یکی برای خوردن، چون هر کسی که نخوره میمیره و هر کسی نکنه نسلی ازش به وجود نخواهد. بنابراین به این علته که باید باشه. چرا نداره؟ اگر اینجوری نباشه نمیشه، روشه، توشه. ایولوشن اینجوری کار میکنه، باید روش باشه. واقعا برای همین دوست داشتنیه دیگه. عذر اینو بگم، ببین افرادی هستن که براشون جالب نیستا، خیلی اصلا ایسکشوال قرار میگیرن، اصلا نمیتونن بکنن، ولی اونا تمام میشن. چرا؟ بنبسته. جانم اینجوری آقا، اساسا شما در یک پاپولیشن شما variation of genes داری، صفات مختلف دارید که بسته به اون که محیط چگونه شما رو سلکت میکنه، اون صفتی که به درد میخوره رو نگرده. صفتی که به درد میخوره هیزیه. هیزی باید باشه. اگر شما هیز نباشی نسل بشر از بین میشه. زن باید ناز کنه، مرد باید هیز باشه. این اساسشه. فکت. حالا سوال بعدی رو فکر کنم من بتونم جواب بدم. زاده اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ بسیار سوال قشنگیه. اول ببین ما باید در واقع بگیم که آغاز هستی چگونه، آغاز حیات چگونه بوده است. یه پادکست فاندر اگه دوست دارید به این سوال نگاه بکنید، خیلی دیتیل بهش میپردازه. ما چیزی به نام مرغ تخم مرغ دل ما نداریم. اصلا ما با وقتی که اولین لایف فرم رو تونستیم متوجه بشیم بقیهش روشه. شما هیچ ترانزیشنی ندارید که بگید مرغی بوده و تخم مرغی بوده. نه، همچین چیزی، همچین دیستینکشنی وجود نداره در حیات. از یک لایف فرم بسیار پرایمریال اولیه شروع شده، به تدریج تغییر کرده. تفاوتی که بین بنده و پسرم یا دخترم یا شما بین فرزندتون خواهید داشت، همین تغییرات over time انقدر زیاد میشه که تبدیل به تخم و مرغ میشه.
پس تکنیکی میشه گفت اگر بخوایم جواب احمقانه بدیم اول تخم مرغ بوده، چون باید تو تخم مرغ اون مرغ جدید به وجود بیاد از اون چیزی که قرار بوده برسه بهش. من نمیگم تخم مرغ، میگم ریپروداکشن، یعنی باید ریپروداکشن باشد اولش، اگر ولی به هیچ ربطی به سوال ما نداره عملا وقتی اینو جواب میدیم. درود خدمت سهیل، چگونه با دوران نوجوانی سخت و در شرایط سخت ادامه بدیم؟ چگونه با نزدیکترین افراد خر مذهب احمق رفتار کنیم؟ اوکی، با سختی ادامه بدید. عزیزم No one said it will be easy. اصلا زندگی آسان نیست، اونم تینیج که شما مغزت باکداپه، شما مغزی نداری، یه بچه ای یه ز گروث هورمون زده گنده شدی، خب بعد گیجی، اصلا پریفرونتال ایریا نداری، شما باید اینا رو دیولپ کنی اوور تایم، ویزدم پیدا بکنی، راه های مبارزه با مشکلات رو پیدا کنی. بنابراین تینیج استیج هر کسی تقریبا میتونم بگم سخت ترین دورانش. راهی نداره، خودش شده سوال آقا نه آمپول داریم، نه قرص داریم، نه پمادی چیزی، از این سوالا نکنید، سخته. قبل از اینو بریم، من یه معلم دانشگاه یه حرف خیلی قشنگی زد، همیشه واسه ما موند. توی کلاسی بودیم 500 نفر بودیم توی کلاس، اومد گفتش که اگر من الان از هر کسی بپرسم بزرگترین مشکلش رو بنویسه بذاره توی کلاه و این کلاهی که توش 500 تا مشکل داره رو به هر کسی بدی، 100% مشکل خودش رو انتخاب میکنه. یعنی مشکل آدم برای خودش گنده است، ولی وقتی میاد تو جامعه نگاه میکنه میبینه نه اونقدر بد نیست. و این خیلی حرف قشنگی بود. و واسه اینکه اینو ثابت کنه به ما 10 نفر رو رندوم آورد، گفت مشکلات کی حاضر مشکلشو بگه، از 10 نفر رو آورد، بعد گفت مشکلاتتون رو بگین. بعد هر کی گفت کسی حاضر مشکل خودشو با اینا عوض کنه، دستشو بر بالا. عین 500 نفر هیچ کی دستشو نبرد بالا. این همه قبول کردن که آره من مشکلم از همه اینا کمتر مشکله. و این خیلی دیده قشنگی بود به من داد تو زندگی که گفتم اوکی، از مشکلات نترس، تو مشکلات مشکل کوچیک است، تازه میتونه بدتر باشه. بله، وقتی میگی مشکل شما راجع به موضوع سابجکتیو و فردی، وقتی میگی مشکل یعنی حلش سخت باشه. خب اگه برات سخت باشه مشکله، اگه برات سخت نباشه که مشکل نیست که. واقعا هم هیچ کی نیست بدون مشکل رفته باشه جلو. میگم شاید به همین علتی که نمیگی، چون برات مشکل نیست، آسونه برات دیگه. و سوال بعدیش این بود که چگونه با نزدیکترین افراد خر مذهبی رفتار کنیم؟ ببخشید خود اینجوری نمیشه. اساسا نگاه کنید، اساسا کسی که تعصب داره یا سوگیری داره یا ریجید مایندد هستش، خب سخته دیگه، سخته. چجوری رفتار کنیم؟ آخه من نمیدونم، واقعا دیتیل باید بگی چجوری رفتار کنیم. سوال به نظر شما باید باهاشون بحث کرد و تو کانورسیشن رفت، سعی کرد به راه راستی که ما فکر می‌کنیم هدایتش کنیم، یا نه باید ولش کنیم بگی این دیگه ما نمیتونیم؟ اولا شما نه پدر مادر کسی هستی، نه معلم کسی هستی که بخوای درستش کنی. یک، اول از همه از این های هورستون رو باید بیای پایین. نه شما رو عرض نمی‌کنم، خودمو دارم از اون های هورستون باید بیای پایین. اگر کسی شما رو دعوت به گفتگو کرد، نوکر مثلا با فول فورس برو، ولی اینکه بخوای شما متقاعدش بکنی به قصد ترمیمش، شما چی کاره ای از من واقعا، یعنی من چند وقت پیش یه داستانی اتفاق افتاد، بعد خانومم گفت برو بهش بگو درست چیه. گفتم منم دقیقاً گفتم من مامان باباش نیستم. البته من طرف بدجنسی گفتم من که مامان باباش نیستم بیام وقت مهم خودم رو تلف کنم واسه اینکه اونو بخوام آدم کنم. دوما اگر من این کارو بکنم اون منو به چپش هم حساب نمیکنه، اون حرف منو گوش نمیده، اونی که هست با حرف من تأثیری پیدا نمیکنه. پس من اصلا هیچی نگم به نفهمه. و اینو من تو تجربه زندگی فهمیدم، چون من اونی بودم که همیشه زر بزن بیا باهات صحبت کنم، نداری فکر میکنی اشتباهه. دیدم یک نفر رو من تو دنیا عوض نکردم، صدها دشمن برای خودم درست کردم و تمام اونا همون جایین که الان هستن، منم همون جاییم که هستم. الان دیگه من دست نمیزنم به کسی، یعنی میگه من مثلا میگم دمت گرم اجدها. اینو من واقعا باید بگم به این دوستم که سوال کرده، اگر شما میخواید برید خر مذهبی رو درستش بکنید، یعنی شما یه دونه خر نمذهبی هستید. شما هم تعصب خودتو داری، شما فکر میکنید راه راست دست شماست، حقیقت دست شماست و باید بری به دیگری یاد بدی. ببین کسی که میگه خر مذهبی یعنی چی؟ یعنی اون اومده که شما رو به راه خودش ببره، بعد شما میخوای اونو اصلا یعنی چی؟ ببین حالا ممکنه بپرسی که خودت چرا این کارو میکنی، صبح تا شب دعوا میکنی تو این گفتگو. نه همون حرفی که زدی، چون شما دعوت میشی به اون گفتگو.
اولا که من دعوت میشم به این چالش ها چالش ها، یک. دو اینکه من که اونا رو نمیخوام درست بکنم، که اونا اصلا درست نمیشه، اونم با اون لحن و با این اتکی که من میکنم. شما باید یه اطمینانی جلب بکنی، طرف بگه آقا تو رو خدا بذار یه کمکی، تو بهتر میدونی. باید یه اطمینانی داشته باشه. اون با این لحن من تایسون میتره کنم یارو رو، آبروشو میبرم یارو رو، بعد به من تراست کنه بگه اسکیپ دیگه حرف خوب زد. مسلما نه. من این کار رو میکنم برای دیگران که میشنون و شباهت هایی دارن به فکر ایشون، مسخرگی فکر ایشون رو شاید بتونم به اونها نشون بدم، و چون اونها مورد ضربه قرار نگرفتن و فرد دیگری بوده بهتر میتونن بفهمن. حالا من یه داستان خنده‌دار میخوام وسط خاطراتم برای شما تعریف کنم، به نظرت یعنی گوش بده فقط. دیگه من تو مدرسه که تو ایران بودیم، خب راه دبیرستان چیز جاری بود، نماز. خب همه رو میکردن توی نمازخونه و بعد نماز بخونیم. من همیشه قایم میشدم، یا تو توالت بودم یا یه گوشه پشت درختی پیدا کردم تو حیاط قایم میشدم. مدت ها قایم میشم، یادم نمیاد الان چقدر بود، شاید حتی سالها بود که من قایم میشدم. یه روز بالاخره گیر افتادم، حالا 2 سال توش، 1 سال توش، یکی ناظمه اومد گفت پدستک تو این چوی گم شو برو تو نمازخونه. گفتم آقا ما رو بی خیال شد دیگه، ولمون کن، من که نماز بخون نیستم. اون نباید بریم. گفتم خیلی خوب. رفتم ته صف وایسادم، ته نفر آخر. بعد که دیگه همه دور راست میشم، من فقط وایساده بودم. من وایسادم، دست پشتم بود. گفتم خب اینو که کسی من نمیبینه دیگه، من حق دارم، میخوام بکنم اینجا، همینجا وای میستم، این یه رو 20 دقیقه تموم شه. بعد همینجوری که وایساده بودم، این نفر جلوی خم شدن، یعنی همه خم شدن. من نمیدونم اسمش چیه اون که خم میشی، همه خم شدن. بعد من یهو فقط جلوم کون دیدم. منم نصفم قزوینیه نصفم کرده، یعنی خشن و کوندوس. اصلا یهو زد بالا، یه لگد کوبیدم تو کونه این بنده خدا. این با سر رفت تو کونه جلویی رفت تو کونه جلویی رفت تو کونه جلویی. یهو 5 نفر رو با هم ریختم پایین. خب من خندم گرفت و اینا بلند شدن و کسی هم چیزی نگفت، چون به قول نماز دیگه این تموم شد. و من خوشم اومد، چه نمازخونه باحاله. یه سری آدم میان انگار همه مثلا هیپنوتیزم شدن، تو میتونی کم بریزی، ولی چون اینا تو توهمن که یکی داره نگاهشون میکنه هیچ کی تکون نمیخوره. خب خوشم اومد. روز دوم رفتم دیگه، نفر اول رفتم تو نمازخونه. رفتم و تمام مهرا رو برداشتم و گفتم که میخوام به خدا خیلی نزدیک شم. گذاشتم جلوم یه کوه درست کردم از مهر، گفتم میخوام من به خدا نزدیک شم، هر کی اومد بهش مهر نمیدادم. خلاصه وقتی اومدن که مدیر و ناظمین اومدن نماز بخونن، بچه‌ها هنوز آماده نبودن، یه سر و صدایی شد و این حرفا. این پیش رفت. بعد این تموم شد. روز بعد رفتیم نمازخونه، یه کاری کردن که من نتونم مهر رو بردارم. یه ناظم گفتم بغل مهر به هر کسی یه دونه مهر میداد. من رفتم نشستم سر صف، دیگه رفتم جلو نشستم، پرو شده بودم، هم جلو نشسته بودم، داشتم نگاه می‌کردم و همه خم شدن. بعد که اومدم برم بشینن سرشون رو بزنن زمین، من این 2 تا پاچه سفیدا گرفتم اینطوری کردم. بعد یهو تمام این مهرا پرت شد. خلاصه هیاهوش شد و این حرفا. این کسی هم که جلومون بود، مدیرمون بود، داشت این سرسرش یهو گفت بسم الله الرحمن الرحیم، که توی نماز وقتی سرشون زد میکنن یعنی خفه شد دیگه، یه چیزه. بعد من گفتم خب که من که نباید اینو بدونم تو داری. منم شروع کردم پاشش میگفتم خلاصه صف درد نیارم. روز 4 شد، دویدم طرف نمازخونه خوشحال که بریم امروز چیکار کنم. دم در ناظم منو گرفت گفت تو نمیتونی بیای نمازخونه. چند سالت بود؟ این 16. اوکی. گفت تو بنی. گفتم آقا ما 2 سال تو توالت بودیم، فقط بعد 4 روز بیادم اینجا کم میریختم. بعد دیگه من تو حیاط راه میرفتم واسه خودم ریلکس، که همین مثلا سوال نمیتونه بره نمازخونه. خلاصه اینم اینجوری. حالا حیف که من گفتی فقط گوش کن، وگرنه خیلی سوالا ازت داشتم، ولی بریم سوالش رو بفرمایید. نه سوالات بچه‌ها رو اول جواب بدی. یه دونه سوالشو بپرس، چون سوال شما خیلی قویه. فکر میکنی این بچه، حالا 16 سالشون بوده اون دوستان، ولی فکر میکنی اینایی که به صف نماز وای میسن نماز میخونن برای چی کار میکنن؟ من فکر میکنم یا داره مثلا من فیلم بازی میکرد که بگه من آدم خوبیم تو چش حال بابا مامانش، یا داره میگه این 16 سالا که بله به زور اومدن و فلان، ولی کلا توی مسجد من واقعا فیلم میبینم. یعنی یا یارو انقدر احمقه که باور داره، حالا من نمیخوام بگم احمقه، یارو انقدر باور داره که فکر میکنه اگه نماز رو بخونه میره بهشت، چرا نخونیم؟ میگه حالا ما که روزی میخونیم، رفتیم اگه رفتیم اونجا نبود ما که نمیفهمیم، اگر بود حداقل بریم بهشت.
من اینجوری دیدم، من کسی ندیدم واقعا کسی از صمیم قلب بکنه. ما بزرگم که دیوانه خانواده ما از این کارا میکرد، وقتی بهش میگیم چرا میکنی، میگه آقا به من آرامش میده، مثلا یوگا بهش نگاه میکرد. ولی باز من اینو قبول نمیتونستم بکنم، فکر میکردم به ما دروغ میگه که ما ولش کنیم. یعنی چی به من آرامش میده؟ سر ساعت 5 هر رو بعد بلند شید، این چه آرامشی؟ این کار که بدتره. این نظر منه. شما چی میگین؟ راجبش حتما خیلی بیشتر صحبت میکنیم ولی آروم میشن. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. نه اساسا شما تکیه کردن به یک نیروی قوی تر شما رو آروم میکنه، حتی اگر اون نیرو دیلوژنال باشه. واو چه ساده، چقدر ساده. سوال بعدی، چطوری میتونیم بهتر فکر کنیم؟ بددهنی تو زندگی بده یا خوب؟ چطوری میتونیم بهتر فکر بکنیم؟ چه سوال قشنگی. بهتر فکر کردن منظور این دوستمون احتمالاً اینه که کمتر سوگیری داشته باشیم و کمتر کاگنیتیو ارور داشته باشیم. وقتی شما وقتی ارور نداشته باشید کاگنیشنتون بهتر خواهد بود دیگه، درسته؟ بنابراین به هر نحوی که شما کاگنیتیو ارورتون رو، شناخت‌های مثلا اشکالات شناختی ذهنتون رو بتونید بفهمید و اگر زرنگ باشید جلوشو بگیرید، اونجوری بهتر میشه. که خب بسیار بزرگه این هیته، میشه راجعش خیلی زیاد صحبت کرد و اساس critical thinking همینه. اساس logic، critical thinking، استدلال، ریزن، اینا همش همینه دیگه، که شما حتی حالتون هم بهتر میشه. به نظر میرسه که بیشتر بیماری‌های خلقی، اضطرابی، روانی شایع، یعنی اضطراب، افسردگی شایع‌ترین بیماری در اثر اشتباه فکر کردن، اگر نگیم ایجاد میشه، حداقل تشدید میشه. و اگر در واقع پایه درمان همه مشکلات اضطرابی، افسردگی، اینجور چیزا میگن روان درمانی یا cognitive behavioral therapy که بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی شما درست فکر کنید، درست تفسیر بکنید، تفسیر درست و تحلیل درست و فکر کردن درست. فکر اگه درست کنید میتونه حالت هم بهتر میشه. چطوری؟ باید با احساساتت آشنا بشی. یک، باید brutally honest باشی با خودت، خیلی مهمه. با بقیه نظر من، شما اگر که خواستید هر چی که خواستید بی‌شرف و مزور و ریاکار باشید با بقیه، ولی با خودتون همیشه آنست باشید و brutally honest. این چیزایی که من از شما خیلی خوشم میاد که حتی شما چوپان راستگو بفرمایید، خیلی خوبه، ولی خب هزینه‌های زیادی هم داره. به خاطر هزینه‌شه که میگم شاید مناسب نباشه که در جامعه خیلی راستگو باشی، چون به هر حال درجاتی از تصویر و کلک و سیاست و اینا همیشه لازمه. شما نمیتونی مثلا اومدی خونه من رو جلسه اول بهت کنم بیا به خانمت بگی مثلا رفته سرمایه بگی کی ریده تو موهات، مثلا نمیتونی اینجوری بهش بگی. صحیحش اینه که ریده تو موهاش، مثلا چه ریدی تو پولای من رفت سرمایه، مثلا این هم میتونی بگی. خیلی صادقانه است ولی نباید نمیشه. ولی نباید بگی. اساساً تو شما موجود اجتماعی هستی نباید راستگوی همیشه باشی. ولی با خودت، منم همین کار شما رو کردم. گفتم انقدر اینو میبرم بالا که مردم به یه خورده راستگویی اوکیشن. آب میخواد بهش میگه آب میخوای، نگه نه مرسی، بگه بله لطفا. آره من این تکیه کلامم میگم من به مرگ میگیرم که به تب راضی بشه. تب راضی شه. بله. نظرتون راجع به رئیس جمهور جدید ایران؟ همه شایع است. خیلی خوب بود. راستشو بخوای ما عملا انگار 2 تا آپشن داشتیم دیگه. یه دهاتی بود به نام جلیلی، یکی هست که حالا دکتره میگن و فلانی 4 کلمه حرف بلد میزنه، یه بالاخره حرف که میزد خود درسی خونده. جان آره، نه خدایش خدا شاهده بهتر از جلیلیه، خدا شاهده. یعنی شما اگه بگن آقا این نماینده کشور ایرانه، شما دوست داری 2 تا آپشن هم دارید، 2 تا آپشن، جلیلی پزشک، کدوم دوست داری؟ هیچ آپشن دیگه هم نداری، کدوم انتخاب میکنی؟ من واقعا پزشکام، برای اینکه حتی اخبار وقتی راجعش نوشته بود زده بود جراح قلب رئیس جمهور شد. خیلی قشنگ‌تره تا واسه قبلی که مرد زدن چی قصاب وحشی کشته شد.
من تو اخبار انگلیسی من میخونم تایتلش منو نمیگیره که مثلا آقا جراح قلب. نه، اولا که ایشون از پرکتیس خیلی دور بوده، همچین جراح خیلی قلبی هم نیست واقعا، ولی حالا تایتلی رفته دانشگاه درس خونده، احتمال سایز رنگ هم بوده، ولی اینا مهم اینه نوع حرف زدنش دقیق تر بود، نوع استدلالاش بهتر بود، واقع بینانه تر صحبت میکرد، سعی میکرد قول الکی نده، به اصطلاح پوپولیستی کمتر صحبت میکرد. اینا همه کردیت واسه ایشون. ببین من معتقدم که ایشون کشور ایران رو درست نخواهد کرد، من بهتون بگم، ولی داریم دو تا آپشن صحبت میکنیم. حتما از آقای جلیلی بهتر، 100% از آقای جلیلی بهتر. موافقم 100%. اینو ببخشید دیگه، اینو بچه‌ها پرسیدن. زده آخرین باری که زدی کی بوده؟ پریروز. خودت هم جواب بده. نه من دیروز و امروز صبح خانوممو سیخ زدم. اونم حساب میشه دیگه. نه خودت. نه ماستربیشن منظورشون بود که برام صادقانه گفتم. نظر شما راجع به خالق هستی و خداوند؟ بله عزیزم، هستی نمیتواند خالق داشته باشد. پیریود. شما وید یا ماشروم امتحان کردین؟ وید بله، ماشروم نه. شما اگه ماشروم امتحان کنی برات خیلی جالبه ها. سوال جان، من به خود نمیخوام نورمالایز کنم این چیزا. ببین ما تارگت آدینسمون کیه؟ یه مش بوز تینیجرن دیگه. بچه آقای اینجوری بهش میگه آقا ماشروم، اسکپتیک ماشروم، خدا شاهده نزدم، ولی من 2 بار زدم. یعنی یه بار آخرین بار 10 سال پیش بوده. یعنی اینجوریه که مثلا بیفتی روش. یه چیزیه مثلا نمیدونم، مثلا خاویار، مثلا گوشت کوبی، اگه نخوردی یه بار که میخوری یه چیزی تو زندگی اکسپریانس میکنی که نکردی. من وقتی زدم به بابام اومدم گفتم بابا تو هیچ کاری تو زندگی نکردی، ولی اگه یه روزی خواستی به حرف من اعتماد کنی ماشروم بخور، یه کاری باهات میکنه که 2 روز نمیتونی حرف بزنی. و این فیلینگ واسه مخصوصا یه آدمی مثل شما خیلی سخته بهش برسی، چون که پری دورت هم شلوغه. ببینید این صحبت‌ها مال ادالت آدم بزرگاست، کسی که عقلشون میرسه، نه این سری بچه که جلو بچه‌ها صحبت. خدا شاهده من خیلی سخت، اساسا کار من اینه که آقا همه باید بیم یاد بگیریم اینا، ولی بعضی چیزا هست عواقب بدی داره. من در 2 زمینه اگه دقت باشه خیلی ورود نکردم. یکی در زمینه خودکشیه، یکی در زمینه دراگز ورود نکردم، چون که کانسیکوئنس سنگینی داره. در رغم که من فکر نمی‌کنم از من کوالیفاید تر در کل سوشال میدیای فارسی کسی باشه که در این 2 مقوله بتونه به دقت و با جزئیات صحبت بکنه. ولی with power comes responsibility. نمیخوام سوء استفاده بکنم ازش. نورمال بابا الکل مگه قانونی نیست در کشور شما؟ یعنی چی؟ یعنی هر کی خواست بره عرق بخوره؟ نه. آیا عرق الکل که قانونیه یعنی هلثی هم هست؟ نه اصلا مسلمه نیست. ولی جوانان اینو نمیفهمن که وقتی چیزی قانونی است، وقتی چیزی همه میکنن، وقتی میگه آقا معنیش این نیست که اوکیه و سالمه و سلامت میکنه. و بله الان ممکنه که یه حالتی داشته باشی شهود بگیری و فلان بگیری، ولی آیا میدونید که شما ممکنه تجربه بکنید که از جهان هستی تارک الدنیا بشی بعدش؟ تجربه‌ای که شما میکنید مثلا اگه اووردوز بکنید خودتونو، با هیچ تجربه طبیعی دیگه هستی و دنیا قابل مقایسه نیست. دنیا کاملا بورینگ میشه برای شما. زندگی معمولی به درد دیگه نمیخوره و خیلی خطرناکه. خیلی. و منم هر دفعه کسی با من صحبت میکنه از من میپرسه، میگه سهیل میخوام برای اولین بار امتحان کنم و اینا، من همیشه بهش میگم اگه میتونی نکنی نکن. اگر اصرار داری بکنی تا میتونی دیرتر بکن. هر چیز دیرتر تو زندگی شروع کنی به نفعته. و همیشه میگم گنگ اونی بالاست که هیچ وقت نکنه. من خودم من کسی بودم که وقتی 18-19 سالم بود اگر کسی قلیون میکشید باهاش حرف نمیزدم. میگفتم تو احمقی، تو سن 19 سالگی داری دود آشغال میکنی تو گلوت و نمیفهمی چه کار بدی داری میکنی. مثلا من نمیخوام با تو حرف بزنم. این اخلاقو داشتم. بعد به خاطر اینکه میخواستم لاغر شم، یه دوستم احمق اومد من گفت بیا گل بکش، هیچی نخور بعدش بعد لاغر میشی.
و من این کارو کردم. حالا کاری نداریم، لاغرم شدم، کاری مهم نیستش اصلا. بعد ولی اتفاقی که تو روم به دود و وید باز شد و اون موقع مشروب دیگه نمیخوردم، چون 1 سال و نیم 2 سال بود فقط سوبر بودم. بعد که ویدیو استفاده کردم خوشم اومد، چون دیگه مشروب نمیخوردم. گفتم میتونم با این استفاده کنم. بعد که شدم هر روز فهمیدم آدم بیشور، ضعیف و بی‌جنبه‌ای ام. وقتی که فهمیدم آدم بیشور و ضعیف و بی‌جنبه‌ای ام، گفتم خب پس اگر به هر چیز دیگه دست بزنی بدون که زمینگیرت میکنه. یه شب بیرون بودی یارو اومد گفت بیا یه خط بذار تو دماغت، بیا این قرص رو بذار رو زبونت، اینو بکن تو باسنت، بگو نه، چون بکنی از فردا داری چیز میکنی تو باسنت. اینو من راجع به خودم فهمیدم. و مشکل اینه کسی که کارو نکرده نمیدونه مثل من چاقاله یا قویه، و چون نمیخوای اینو بری فایند اوت کنی، چون اگه بری بدین یکیه مثل من بی‌ناموس میشی. حالا من شانس آوردم تو کشوری هستم که لیگال، حداقل زندان نمیرم، جنسی که میخرم روش کوکائین اسپری نکردن، نمیدونم یارو آشغال پاش نریخته، 10 برابر نمیدونم فلان نریخته، تست میشه پیش گاورمنت. من شانس آوردم که زندگیمو تونستم یه جوری جمع کنم که کار کنم. من میخوام سر کار، من مثلا ندارم برم سر کار مثلا 900 واسه اینجا کار کنم. آدم مزخرفی ام واسه سوسایتی به خاطر اینکه وید میکشم. و اینو میخوام بچه‌ها بدونن. یه وقت من هیچ وقت نمیخوام به کسی بگم که آقا بیا این کارا رو بکن. حتما اگه از من، اولا که از کسی آنلاین نظر نخواه، ولی اگه از نظر از آنلاین میخوای، من کسی که روشم وضعم خوبه میگم نکن. این دوباره بنده. شنیدی که میگن که do not try this at home, this is done by professionals. شما باید بدونی با چه چیزی میخوای مواجه بشی. ببین شما باید یه درک ابتدایی از سابجکتیو اکسپریانس داشته باشید، بدونید که آقا شما فهم شما از هستی چگونه ایجاد میشه، فهم اندکی از دنیای دیلوژن و هلوسینیشن داشته باشید، مبانی نوروفیزیولوژیک مغز رو یه مقدار آشنا باشید که بتونید از این استانت هایت سنگین بکنید. عزیزان تجربه به شما میده که همانند واقعیت است، هیچ تفاوتی هم برای شما بر واقعیت نمید، قدرت تمیز این دوتا هم ندارید. و یه چیز دیگه هم بهت بگم، اعتیاد، کسی که میره معتاد میشه مواد مخدر، میدید چیه؟ اینا به ضرس قاطع همشون یک بیماری روانی دارن که با اون دارو درمان میشن، ولی عوارض جانبی اون دراگ، حالا من گفتم دارو چون دراگ عملا دارو اینجا برشون، دراگ اینجا داروه، ولی عوارض جانبی این دارو که دراگ باشه اینقدر زیاده، عوارض اجتماعی، اقتصادی، ریلیشنشیپ، همه چیز اینقدر زیاده که it's not gonna worth it. آیا شما میدونی همین نیازی که به این ماده داری ممکنه بشه با یه ماده سیفتر به نام دارو درمانش کرد؟ من به ضرس قاطع بگم همه کسایی که معتادن بیماری روانی دارن و نمیدونن بیماری روانی، فقط میگن آقا اینو که میزنیم خوب میشه. خب یعنی آقا تو یه جای اشکال داره مغز دیگه. حالا شما دو جور میتونه حلش کنی، یک با تغییر نگرشت، همیشه که بهت گفتم بیماری افسردگی، اضطرابی، اینا همشون با تغییر نگرش بسیار بهبود پیدا میکنن. هیچ افسرده ای نیست که بدون سایکوتراپی درمان قطعی بشه، هیچ. یا باید سنت بالاتر، عاقل‌تر بشی، یا یک منتوری بیاد دستتو بگیره، یه سایکوتراپی بگی دستتو بگیره، یادت چجوری نگاه بکنی. دوای خالی فایده نداره. شما یا باید عاقل بشی یا موقتا با دارو کمک کرد. حالا این افراد با دارو میگیرن کمک، بعدم یواشک کریمیناله. تمام حرکت هایی که شما برای پیدا کردن دارو برای اون دراگ انجام میدید کریمیناله. چرا؟ شما مریضی، عقلم که نداری، تینیجری، بعدم این کار به خطرناکی. بنابراین اصلا نمیتونم من راجع به این که بگم ماجیک ماشروم خوبه و چه سایکودلیکا اعتیاد ندارن. اینا در حدی ذهنتون نیست که بتونم اینا رو در سطح پابلیک توضیح بدم. نشستم توی بیچ، آفتاب تو صورتمه، چشم داره کور میشه، بعد یه مثلا یه مقداری اونورتر یه دونه ابر تو کلن توی آسمون. بعد داشتم به خودم میگفتم، خودم تو مغزم گفتم چی میشه من الان انقدر خوش شانس بودم که این ابر به جای اینکه پوزیشنش اونجا بود اینجا بود. بعد تو این ثانیه که اینو گفتم یهو ابر اینجوری خیلی سریع اینجوری اومد اینجا خورشید رو گرفت. بعد دیگه چشم من نمیسوخت. خب من عقلم میرسید که این ابر نیومده، نور الان رو چشمه، ولی دنیایی که من میدیدم سایه بود دیگه.
بعد میگفتن یعنی چطوری میشه که نوری که در چشم من اگه من همینجوری نگاه کنم کور میشم، مغزم داره میگه نه همه چی خوبه، ما تو سایه ایم. اصلا واقعا برام عجیب بود که چه اتفاقایی میتونه بیفته. همین که شما گفتید نمیفهمید ریالیتی چیه. اگر شما الان توی سیمولیشن باشید که به شما بگه سیگنالی که به کف پات میخوره بگه الان پات رو زمینه، این پرسپشن رو شما داشت روی کف پات زمینه و با سنت هم رو صندلیتون سیمولیشنی که هستی، فرقش با این واقعیتی که تجربه میکنید چیه؟ هیچی. آیا شما میتونی بگی واقعیتی وجود دارد؟ به قطع نه اصلا. ممکنه بگه که نه من از یه دونه کانفرمیشن خارجی استفاده میکنم، مثلا خودم نظر نمیدم، نه از یه معیار دیگه استفاده میکنم. تمام کلیم دانش علم همینه دیگه، میگه آقا من نه، ما یه دونه به اصطلاح راستی آزمایی مستقل از خود میخوایم بکنیم. مستقل از خود شما کیست یا چیست؟ آیا چیزی غیر از من شما وجود دارد؟ من فکر نمی کنم. نمیدانم. درسته؟ میتواند باشه میتونه نباشه، ولی ببین آقا یک چیز قطعی بگو که در جهان میدونم هست، این دیگه هیچ، این دیگه دست بهش نزن، میدونم هست. واقعا هیچی. وجود خودت این قطع، فقط وجود انرژی. اینو میتونم نه انرژی هم نه، وجود خود سهیل. اونو میتونه. آخه منم میتونم همش باشم. کی باشی؟ یعنی یه کد باشم توی سافر، توی گیم، حتی اگه واقعی باشم واقعیت. اون کدو کی پرسیو کرده؟ سهیل. آفرین. بنابراین اونو نمیتونی شما دینای کنی، اون باید باشه، واجب الوجود اون. پس فقط تنها چیزی که میتونی مطمئن باشی هست خودتی. یعنی نمیتونی بگی که نباشی، این میز میتونه نباشه، ولی من باید باشم که من حداقل اینا رو دارم پرسیو میکنم. بله میگه من شک میکنم پس من هستم. آها من هیچ وقت نمیفهمیدم، امروز فهمیدم. یعنی باید شک کننده باشه که شک کنه، اگه شک کننده نباشه که نمیتونه شک بکنه که. چه برای همین همه دوست دارن دیگه، نمیشه باید حرف زد از همون جایی که من همینجوری دارم میرم بالا. الگوی شما تو زندگی کی بوده؟ یه لیست بلند بالایی دارم نوشتم، اما اولایی که تلگرام زده بودم خیلی ها هستن الگوهای من، زیادن. یا بزرگترینشون آقای جیمز رندی. این بزرگترین. چه فیلمی رو پیشنهاد میدی که آدم با خودشناسی برسه، با یا متفاوت تر فکر بکنه؟ پایتخت. سریال پایتخت. به خدا قسم واقعا خوبه. ببین وای اینقدر چیز من یاد میگیرم از این سریال پایتخت. کاملا طبیعیه، انسان ها دارن اونجا خودشون رو نشون میدن، خدا شاهده. خیلی خوبه واقعا، یعنی واقعا قشنگ درستش کردم اونو. من هیچ ایرانی نگاه نمی‌کنم. من الان تو 25 سال از ایران اومدم، یک دونه برنامه ایرانی نگاه نکردم. پایتخت رو 10 قسمتشو دیدم و بعضی ما تو ذهنم میاد که چرا نمیدی ادامه‌شو ببینی، یعنی دنبال وقتم که ادامه‌شو ببینم. واقعا منم اینو قبول دارم در این لول دیگه. هیچ ویدیویی اولی باری که دیدمش گفتم، اول دیدمش خانمم داشت نگاه می‌کرد، چی نگاه می‌کنی؟ فکر مثلا یه مش دهاتی ان با یه موتور اومده خیلی باحاله، من اینقدر میخندم. خیلی خوبه. این سوال من دوست دارم، آیا مردها میتونن با دختر دوست ساده باشن تو اجتماع؟ نه، چون منم نمیتونم، یعنی فکر میکنم نمیشه. نه کی گفته میشه؟ واسه ببینم اونو بیاری جلوی اوده میشه. یه مرد بیار، زنا که اصلا ولش کن گاون. یه مرد بیار اینجا که بگی میشه. زنا نایون دیگه، جاست فرند ممکنه درجاتی اونا درست بگن. یه دونه مرد بیار اینجا جلو من بذار که بگی جاست فرند دختر میشه. ببین استیون هاروی اون روز خیلی چیز قشنگه گفت، ببین مردا جاست فرندن، اوکی جاست فرند، ولی وایسادن این در رو میبینی که یه ذرش وازه، پاشون لا اون دره، به محض اینکه این در رو واکنی مثل شیر میان تو. واقعا
یعنی حالا من برای بچه‌ها گفتم برای خودتون میگم بشنویم. من یه دختری بود ازش خوشم اومده بود، مثلا 19 سالم بود، من 21 سالش بود. اون موقع 2 سال خیلی مهم بود و این به من پا نمیداد به خاطر این 2 سال. آقا من 2 سال خایمالی این دختره رو کردم. یعنی یه دفعه ساعت 12 شب به من زنگ زد گفت میای بریم بسکتبال. گفتم مادر سگ 12 شب. نشستم تو ماشین رفتم دنبالش، رفتیم توی شروع تو پارک بسکتبال بازی کردن و من با این 2 سال دوست بودم تا یه شب با هم رفتیم کلاب، اومدیم خونه دیگه. این خودش میدونست اصلا چیه، با خودش لباس خواب آورده بود. من خودم اوکی، یعنی تصمیمش گرفته بود که بالاخره بعد 2 سال به ما پا بده. اومد خونه، من کارمو کردیم، صبح از خواب بلند شدم، گفتش تو من شنیدم این غذا خوشمزه رو تو درست می‌کنی، میخوام برام درست کنی. گفتم اوکی من خوابم میاد، تو برو خونه، من بیدار شدم بهت زنگ میزنم. هنوز بهش زنگ نزدم. چون گفتم زنگ بزنم دیگه میخواد تو سخرشه. من فقط همین. بله مردانی هستن که اینجوری ان، ولی اون مردان احتمالاً یا گی ان یا مریضن یا ایسکشوالن. زده راجع به متافیزیک بپرس. آخه اصلا سوال نگاه کن. یعنی یه چیزی شنیده. ماوراء طبیعه در واقع میخوام میگم. ما یه فیزیک داریم، یه غیر فیزیک، یه چیزی اونور فیزیک داریم. تا حالا نشون داده نشده که چیزی غیر از فیزیک وجود داره. همه چی فیزیک عزیزم. یعنی باید فیزیک باشه که شما بفهمیش. اگه فیزیک نباشه نمیتونی بفهمیش. حالا ممکنه میگه باز عشق چی، روح چی والا اینا که فیزیک نیستن، اینا که بله عزیزم اونها هم فیزیک هستن. یه فیزیک اون شیمیه. نه شیمی همون فیزیکه. شیمی و فیزیک کیه؟ فیزیک وقتی یه خورده فیزیک در حد ساباتامیکه و اینجور چیزاست. شیمی همون همون نگرش انسان به همون پدیده ها در یک لول ایمرجنت دیگه که مولکولار باشه، اونو میگن کمیستری. در یه ایمرجنت بعدی وقتی کمیستری به کمیستری عالی تبدیل میشه و ارگانیک کمیستری تبدیل میشه و بای کمیستری، اون موقع میشه بیوشیمی یه مقداری که کامپلیکیتد تر میشه و شما به مثلا کانشسنس میرسی، باز یه ایمرجنت دیگه روش زده میشه. عشق و اینا هم یک ایمرجنتی است از همون استرینگی که از فیزیک شروع شده. مرسی از توضیح دیتیل. زود باوری. چرا یه چیزی میشنویم کمی منطقی بودنه بود زود باور میکنیم؟ ببین برای اینکه آدمیزاد هرچی هم دستشه و جزء همون سوگیریایی که چرا مثلا تئوری توته و اینا از همینا در میاد دیگه، میگم میخوره دیگه. من مثلا یه مدتی در کلاب هاوس فعالیت ندارم و اینا، بچه‌ها میگن آقا چی شد این رئیسی که سقوط کرد اسکپتی نیست؟ 2 تا پدیده کورولیت دارن اینا. میگه آقا اسکپتی نیست، رئیسی هم مرد، پس کازتیو اینا. کورولیشن و کازیشن مثلا اینا تصور میکنن که آسونه دیگه، خیلی آسونه آدم اینجا بکنه. یا مثلا میگه خود چی میتونه باشه علتش؟ همین در واقع فلسفی مهمی که میگه argument from اگه این نیست تو بگو. خب اولا که تو ادعا کردی تو باید ثابتش کنی. من میگه آقا نه بابا آخه این که مثلا رفته حتما این بوده. میگه پس چی میتونه باشه؟ یعنی چون علت دیگری به ذهن من نمیرسه بنابراین همینه که میگن argument from ignorance and incredulity. یعنی چی؟ 1000 تا علت دیگه هم میتونه. آدمیزاد سختشه دنبال دلایل دیگه بگرده دیگه. میگه لاوده آسونه. یه دونه تو دوران واکسن اینا که بود، من این ویدیو گذاشتم که بچه‌ها لطفاً از کسی که آنلاین داره زر میزنه چیزای دکتریتون رو نپرسین، مدیکال پرابلمتون رو لطفاً برین از دکترتون بپرسین. اگه پاد بشکنه نمیای آنلاین ببینید من چی میگم گچ بگیرم، میری به دکترم بگی بعد چوب بکنیم تو پاد، میگی قبوله، پیچم ببندی میگی قبوله. اینم همون کانسپته. دکتری هم که تو مطب اینو بهت میگه، دکتری که تو مهمونی ازش میپرسین هم نباید بهش بکنی. نه اون که نه. بعد یکی کامنت گذاشته بود که مرسی سهیل، من تو امروز واکسن نزده بودم و امروز به خاطر حرف تو میرم میزنم. زدم دیوس میگم از کسی که آنلاین حرف یاد نگیر. ببین من یه چیز هینت کوچولو بگم، یه چیز مهم خوب بگم. اگر چیزهایی هست که نمیدونید، کانتروورسی هست، اختلاف نظر هست، این چجوریه اون چجوریه، حتی دکترها هم بین خودشون اختلاف نظر هست. یکی با دکتر سر کوچه میگه نزن قابلمه میچسبه بدنت چیکار. اگر که دیدی حتی بین دکترها هم اختلاف نظر هست، میدونی باید چیکار بکنی؟ باید به اجماع خبرگان اون رشته نگاه بکنی.
مثلا در مورد همین واکسن که فرمودید مهم نیست که دکتر سمیعی چی گفته، اصلا گور پدر دکتر سمیعی در این مورد خاص. حالا بگم دکتر سمیعی شما باید به اجماع خبرگان چیه؟ یعنی اون آدم حسابیای کل جهان که اومدن نشستن دور هم دیگه جمع شدن، مثلا در CDC سنتر فور دیزیز کنترل آمریکا اومده میگه در شرایط پندمیک، بر شرایط اورژانس زدن واکسن کووید توصیه می شود به افراد بالای مثلا 6 ماه به بالا. مثلا خواهی رکامندیشنشه دیگه. آقا بعض این در هستی وجود نداره. تمام شد. من نمیگم خرد جمعی اولا که جمع که بندازون بر خرد، من دارم میگم خرد خبرگان، اجماع خرد خبرگان. بهش نگاه به اون چی میگه، حتی اگر مخالف نظر فردی باشی که واقعا بهش تراست داری. من حتی یه استپ بیشتر فکر میکنم. من فکر میکنم حتی اگر هم اشتباه بکنن باز باید بکنی. یعنی یکی مثلا میگفتش که من داشتم گفتم حتی اگر الان ما که واکسن زدیم یه مریضی بگیریم اشکال نداره، اون موقع دنیا رو جمع کرد. بله آقا جان، هنوز این مریضی الان ما نمیگه بگی دیدی من نزدم و شما که نزدین الان سالمین به خاطر ماها. ببین یه چیزی هست به نام موجه بودن یا جاستیفای بودن دیگه. به نظر شما اگه کسی 2000 سال پیش میومد میگفت زمین گرده، آدم سالمی بود؟ آیا موجه بود 2000 سال پیش کسی بگه زمین گرده؟ نه، دیوانه بود. هر کی میگفت که زمین گرده از روی دیوانگیش میگه زمین گرده. در 2000 سال پیش زمین مسطحه، موجهه که اینجوری فکر کنه. اگر کسی غیر از این فکر کنه دیوانه است، شاهدی براش وجود نداره. نمیدونم من بهم وحی شده اینجوری شده، من از عالم غیب بهم رسیده این موضوع. بعدم آقا جان در اون شرایط سال 2020 که مثلا واکسن و اینا رو می‌خواستن در بیارن، اینا در اون شرایط موجه بود اینجوری فکر بکنی حتی اگه غلط باشه. مگه نبود اولش گفتن ماسک، فیس ماسک فایده نداره، گفتن این انقدر پارتیکلاش کوچولوئه که از اینا رد میشه، بنابراین N95 ماسک باید بزن، از اونه که مثلا پورای نازک‌تر داشت. بعد گفتم اینجوری گفتم نه بابا همه جورابم ببندی تاثیر داره، ما که نمیخوایم کاملا چیز جلوشو بگیریم، که ما خواهیم یه خورده کمش کنیم، 2 نفرم کمتر بگیرم چه بهتر. آقا نظریات علمی عوض میشه، ولی عوض میشه به شما ربطی نداره، شما فقط گوش کن. در حدی نیستی که بخوای نظر بدی عزیزم. خدا شده نمیخوام دست کس روی چطور خودتو در حد متخصص شما فکر منم یه نظر بدم. متاسفانه اینقدر ببین 3-4 تا رشته هست، هر کی برسه راز. یکی سیاسته، شما از یکی بپرس نظرت راجع به رئیس جمهور چیه، یه چی میگه. از من پرسیدی ما چه سیاست یه چی گفتیم. شما برو توی مهمونی بگو آقا سرم درد میکنه، خدا شاهده، یکی آبغند واسط میاره، یکی تایلنول بهت میده، یکی نمیدونم نه موترین بهتره، نه به ادویل بخوری، خاص خارجیش بهتره. همه نظر میدن. چرا؟ خیلی بده. دنیا باید هر کسی بیشتر میدونه ازش بری بپرسی و این خیلی بده. مثلا الان اینجوری شده میگه این چیزای اومدن میگن که نه هر کسی نظرش محترمه. گو خورده که هر کسی نظرش محترمه. بعضی نظر رو باید رید روش. کدوم نظر محترمه؟ نظر من اصلا محترم تره. آقا من همیشه مثال میزنم، میگم آقا من نظرم اینه. من نظرم اینه سوهل جان، شما هر روز باید بیای این ظرفا من رو بشوری، یه تی هم بکشی، یه دست هم به من بدی و بری. این نظر من، احترام بذار. من اگه آدرس خونت رو بدی این کارو میکنم. میدونی که ما همه دنبالتیم پیدا کنیم شما کجایی کی. خب همه دیگه خونه به قشنگی باشتم نگاه کنم همه چی مرتب، خودمو خوشتی. من معلومه صبح تی کشیدم دیگه. ببین کارو سوهل اقتصادی سوهل اقتصادی سوهل اقتصادی سوهل اقتصادی